پیامبر علیه السلام و شما را برادران تعلیم میدهد برای مقصد طریق کار رفتن. هر کسی که باشه برادران اهل اسلام پیش از این که میخواه سحر به کار بره این دعا را کنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما و شما تعلیم میده. هر وقتی که قدم میزنه از خانه بیرون میشه چیکار کنه؟ دعا کنه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم که اونا در روی مقصد اکران گذاشتگی هستم. این دعایی هست که مقصد من بسنده است همو پروردگار و نیست خدای مگر که همو الله مهربانه که من توکل میکنم به همو الله که هم تا ذات هست که عرش صاحب عرش بزرگ است. به همین خاطر این روایت که از احمد اگر خطا نکنم امام احمد رحمت الله علیه این حدیث روایت کردگی و هر کجا که باشه برادران اهل اسلام پیش از این که با کار میره چیکار کنه؟ این دعا را کنه. و هر انسان با خودش مشکلات داره، درد غم داره، همه را از برای الله خالص الله دعا کنه و بعدا چیکار کنه؟ با کار بره. ان الله که خداوند از فتنه و بلاهای همون روزی که در کار به سر شما میاد خداوند رد میکنه. تقدیر دو نمون میشه، تقدیر مبرم میشه، تقدیر معلق. تقدیر معلق همه را میگن که با صدقه و با دعا خداوند دورش میکنه. به همین خاطر هر کجا که باشه پیش از آغاز کار همه دعا را کنی.